تا حالا شده یه روز کامل رو ببازی بدون اینکه حتی شروعش کرده باشی؟ ذهن یا نجاتت میده یا آروم آروم زندگیت رو نابود میکنه. بیشتر آدما زندگی رو با اتفاقها میبازن، اما حقیقت اینه ما اول توی ذهنمون میبازیم. قبل از اینکه اتفاقی بیفته، قبل از اینکه کسی چیزی بگه، قبل از اینکه حتی شروع کنی، ذهنت نتیجه رو اعلام کرده. نه از روی واقعیت، از روی ترس. قبل از ادامه یه خواهش کوچیک دارم. این ویدیو فقط شنیدنی نیست. وسطش چند تا تمرین ساده داره که اگه تا آخر بمونی واقعا به کارت میاد. پس فقط تا آخرش با من باش. چند بار از چیزی ترسیدی که هیچ وقت اتفاق نیفتاد؟ چند بار با فکر کردن به احتمالات منفی خسته شدی، ناامید شدی یا عقب کشیدی؟ ما بیشتر از واقعیت از تصور آسیب می‌بینیم. ذهن فرق بین واقعیت و فکر تکراری رو نمیفهمه. وقتی مدام به شکست فکر می‌کنی، انرژیت کم میشه، تمرکزت ضعیف میشه، جرأتت برای حرکت کم میشه. این واکنش طبیعی مغزه، نه خرافه. مثبت اندیشی یعنی اجازه ندی ذهنت قبل از دنیا با تو بجنگه. یعنی به جای گفتن حتما خراب میشه بگی بذار ببینم چی میشه. نه خوشبینی کور، نه انکار واقعیت، فقط تعلیق قضاوت. همین تعلیق بدن و ذهن رو آزاد میکنه. تصمیم گیری بهتر، تمرکز بیشتر، جرأت حرکت. قدرت ذهن با یک فکر بزرگ شروع نمیشه. با همون فکر کوچیکی شروع میشه که امروز جلوی خودت رو میگیری. اون فکر که میگه ولش کن، فایده نداره، باز خراب میشه. قرار نیست باهاش بجنگی، فقط نباید باورش کنی. تو نمیتونی جلوی اومدن فکر رو بگیری، اما میتونی جلوی موندنش رو بگیری. تصور کن یک روز عادیه. صبح بیدار میشی، هیچ اتفاقی بدی نیفتاده، اما ذهن شروع میکنه احتمالاً امروز درست پیش نمیره، همیشه اینطوری میشه. چند ثانیه بعد دستت به گوشی میره، پیام‌های قدیمی، خبرهای تلخ، همه چیز دوباره ذهن رو تغذیه میکنه. تو هنوز هیچ کاری نکردی، اما حس شکست و خستگی شروع شده. حالا یه سوال، این شکست واقعیه یا فقط پیشنمایش ذهنه؟ امروز یک کار ساده انجام بده. وقتی ذهنت شروع کرد به پیشبینی فاجعه، یک نفس عمیق بکش و بگو هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده. همین جمله ساده یه جور سپر ذهنیه. ذهن میخواد تو رو عقب نگه داره. تو بهش یاد میدی که هنوز فرمانی صادر نشده. حالا یه روز دیگر رو تصور کن. یه فرصت پیش میاد، یه پروژه، یه حرف مهم، یه قدم جدید. ذهن هنوز میگه تو نمیتونی، اما تو بهش گوش نمیدی. فقط میگی بیا ببینم چی میشه. همین تغییر کوچیک یه موج میسازه. نگاهت باز میشه، نفس کشیدن راحت‌تر میشه، حتی حرکت بدن آروم و محکم‌تر میشه. این یعنی ذهن تو دیگه تو رو عقب نمیکشه، بلکه در خدمتت قرار میگیره. یادت باشه قدرت ذهن نه در حرف‌های انگیزشیه، نه در جمله‌های کلیشه‌ای، بلکه در لحظه‌هایی که تو فکر می‌کنی و واکنش نشون میدی هست. هر بار که جلوی ماندن یک فکر منفی رو میگیری، تو یه پیروزی کوچیک داری. نه پیروزی در بیرون، پیروزی در درون. شاید الان حس کنی زندگی کند و تاریکه. شاید ذهنت پر از سوال و ترس باشه. اما یک حقیقت ساده هست. ذهن تو تنها چیزی هست که میتونه مسیرت رو تغییر بده. نه دنیا، نه آدم‌ها، نه شانس. فقط تو و ذهن تو. پس امروز وقتی ترس میاد نگهش دار.
اما باورش نکن. وقتی اضطراب میاد نفس عمیق بکش و بهش نگاه کن. وقتی افکار منفی میان اونها رو فقط نظاره‌گر باش. هر لحظه که این کار رو میکنی تو کنترل رو پس میگیری. هر فکری که میتونه تو رو عقب نگه داره حالا تبدیل میشه به قدم بعدی. شاید باورش سخت باشه ولی حقیقت ساده است. زندگی واقعی اول در ذهن تو اتفاق میفته. امروز ذهنت رو علیه خودت استفاده نکن. همین تصمیم کوچیک میتونه شروع یک تغییر بزرگ باشه. ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه من بودی. تا ویدیوهای بعدی مراقب نور درونت باش.